یک دستگاه خرد و ظاهراً عادی سرنوشت ده‌ها خانواده را در تاجیکستان معین می‌کند. تشخیص در این آزمایشگاه می‌تواند یک عائله را ویران و کودکان را زنده یتیم کند یا برعکس عائله را مستحکم سازد. یگانه دستگاه تشخیص DNK در تاجیکستان در مدت 8 ماه کار با 40 بحث درباره معلوم کردن پدری کودک نقطه گذاشته است. بسیاری از دعواگران مهاجرانی بودند که بعد سالهای دوری برگشته باور نداشتند فرزندی که در خانه است از آنهاست. متخصصان مرکز تشخیص طبی ژنتیکی میگویند زنان اینجا برای نشان دادن وفاداریشان میآیند و به خودشان هم باور دارند. زنایی که اینجا میمیان باوری داشتن. کم بودن زنایی که کم ممکن یک تا از همین 20 تا یک نفر یا که 2 نفرشان بود که از خودشان باوری نداشته باشد. هیچ یکی از مهاجران حاضر نشدند که در این باره با رجای آزادی صحبت کنند، چون در جامعه تاجیکستان صداقت و خیانت در عائله مسئله عار و ناموس به حساب می رود. سبب شبهه مهاجران به وفاداری همسر به عقیده جامعه شناسان همین فراق دوری طولانی است و فرزند نو و رشک بیجا سبب قتل همسر هم شده است. رابعه نعمت و سالهاست تنها فرزند تربیت میکند، چون شوهرش مهاجر است و میگوید زنان تاجیک صادق و پاکدامن هستند. زنی عاطفه، زنی تاجیک، زنی که از راه آدم و آدمگری گذاشته است، هیچگاه به راه بد نمیرد. من هم خیلی قبول میکنم. اما مردانی که در مهاجرت بودند میگویند قصه های خیانت زن مهاجران را شنیدند و از این رو ناباوری در دل دارند. مجبور میکنم مردکا که برین روسیه پول زور بوده. خیلی کی میشه که نمی ناامدی مردک کارش میشه. خیلی 2 سال 3 سال پول روی نمیکنه. خیلی میبره میگه کار بیام. سیوم. خب باید کسی میبینه شناس میشن، باید اسم میکنه، باید زندگیشون توبه پول روی کنه، باید گپ خبر. مهاجرت کاری اگر زندگی صدها هزار نفر را در تاجیکستان بهتر کرده است، اما سببی از همپاشی هزاران خانواده هم شده است و به خصوص در زمینه رشک و شبهه بیجا به همسر. حالا که تشخیص DNK در تاجیکستان ممکن شده است، برخی از مهاجران با وجود 3500 سومانی بودن تشخیص هم تلاش میکنند هم حق پدری و هم صداقت همسر را ثابت کنند و عائله را مستحکم نگه دارند.